سلام دوستان، به کانال نیکاتو خوش آمدید. بیشتری آدمان در این دور و زمان برای زیباتر شدن از رنگ و بار یا از برنامه‌های گوناگون زیبا کننده در تلفن‌هایشان استفاده می‌کنند. اما کسانی هستند که برای زیبایی نیاز به کارهای علاوه‌ای ندارند و طبیعتاً با زیبایی خاص آفریده شده‌اند. مرد رو ریشش زیبا میکند. اینک دارو برای برآوردن ریش و موی سر میناکسیدیل 5% و 15% رو پیشکشتان میکنیم. دارو برای شخصانی توصیه داده میشود که موی سرشون میریزد و یا میخواهند که موی سر برآورند و یا ریش ندارند و میخواهند که ریش برآورند. حتی اگر چند سال موی سر نداشته باشید میتوانید استفاده کنید و این دارو برای شما فایده میکند. حتی برای زنها هم توصیه داده میشود. این دارو در آمریکا و اسرائیل استحصال کرده میشود. نمرهایی که در روی اکران میبینید حتما تماس گیرید. از نام کانال نیکاتو سلام رسانید، به شما تخفیف کرده میشود. امیکا اپاندیوا از روسیه بوده، تماما زال است، یعنی پوست، مو، میجه و تمام بدنش سفید است. اما این دختر یک زیبایی دیگر هم دارد و اگر به چشمانش نظر کنید میبینید که یک چشمش قهوه رنگ و دیگرش کبود است که این هم زیباییش را 2 برابر میکند. این یک نمود بیماری چشم است که خیلی کمیاب است، چون که در اشخاص زال مردمک چشم سفید و بیرنگ است و به رنگ سرخ دیده می شود. برویون شاولی این هم یک مرد زال با جذابیت مخصوص خود. او ستاره سایت های اینترنتی است و به یگان آرایش می تواند نقش قهرمان فیلم ویچر را بازی کند. مو و ریش او تماما سفید است و اگر بدن سازی کند می تواند نقش هندی ریور را در فیلم ویچر بازی کند. بیرا یک آهنگساز، آوازخوان و مدلی موفق است و در سن 25 سالگی توانسته است مشهور شود. البته مردم میگویند که سبب موفقیت او کمک های پدرش است که یکی از میلیاردرهای گرجستان می باشد، ولی این گفته ها آنقدر درست نیستند، چون که او در حقیقت در انجام کارهایش هنر دارد. بی ملنیک کسانی که سبزینه هستند و چشمان کبود دارند در جامعه خیلی کم دیده می شوند. بی ملنیک هم یکی از این افرادی کمیاب است. شکل روی زیبا و مویهای سفیدش با پوست سبزینه و چشمان کبودش در یک جایگی او را به مثل بازیگران گالیوودی جذاب و مشهور کرده است. طرفداران او در سایت های اینترنتی خیلی زیادند، اما آوازه ها میگویند که او هم مویهایش را رنگ میکند و هم پوستی رویش را سبزینه تر میکند تا زیباتر به نظر بیاید. اما خودش این آوازه ها را رد کرده گفته است که این حقیقت ندارد. عین حال همچون مدل کار و فعالیت دارد و همچنین محصولات آرایشی مو را تبلیغ میکند. آنا و استیفن این زوج کانادایی معنای زیبایی را با پررگی عوض کردند. اگر آدمان بعد از خواب خستن دندانهایشان را شویند، این 2 نفر بعد بیدار شدن مویها و قاشهای خود را میتراشند و با لینزه های ترسناک آرایش های عجیب خودشان را به آدمان فضایی مانند میکنند. البته لباس های آنها نیز غیر عادی است. آنا توفلی کبلوکداری میپوشد که به رنگ پای خودش است و هر کس که ببیند فکر میکند که کبلوک آن توفلی از سوم پاچه‌اش برآمده است. آنها در جشن و مراسم‌های گوناگون لباس‌های هرخیله و عجیب می‌پوشند که آدم را می‌ترسانند. شاید شما می‌پرسید که مقصد آنها از این کار چیست؟ این 2 نفر می‌خواهند نفرت خودشان را به استانداردهای زیبایی در زمان امروزه نشان دهند. آنها می‌گویند که این تصویر حقیقی آنهاست و آنها به تصویر حقیقی خودشان نمی‌توانند زندگی کنند. استیفن در دوره کودکیش از فربهیش رنج می‌برد و آنا باشد در همه جا فرمای مکتبیش را می‌پوشید. آنها با این کارشان گفتند که می‌توانند ظاهری فرق کننده داشته باشند، اما در بین مردم زندگی کنند. سوفرند رالف بدن سوفرند پر از خال‌های کلان و معده است و هرچند که بدن او سبزینه است، اما خال‌ها به نظر می‌رسند. او در کودکی از بدن خودش نفرت داشته است، اما عین حال در گروه کانیه وست که لباس‌های مد آمریکا را طراحی می‌کند همچون مدل کار و فعالیت دارد. او شرطنامه 3 ساله را امضا کرد و به خاطر ظاهری جذاب و خاصش اولین مرد مدل بود که برند آیوی پارک برونز را معرفی کرد. حالا او از خال‌های بدنش شرمی ندارد و این را سبب خوش‌طالعی خودش می‌داند. انجلینا کانووا این دختری روز که به باربی مانندی دارد زیباترین باربی انسان است. قدش 165 سانتی متر و وزنش 42 کیلوگرم است. بدن او به شکلی است که دقیقاً به مثل باربی است.
پدر و مادرش برای او متخصص برای خوراک، معلم فیتنس و متخصص آرایش و زیبایی در نظر گرفته بودند و آنها دائما او را تحت نظر می گرفتند. وقتی انجلیکا 5 ساله است، مادرش حس می کند که او با کوکلاهای باربی مانندی دارد و از همان وقت برای باربی کردن او تمامی شرایط را فراهم می کنند. او اجازه برآمدن از خانه، دوست بازی کردن و یا رفت آمد با پسران را نداشت. پدر و مادرش لباسهای باربی به او پوشانیده تمام روز از او رسم گرفته از زندگی باربی مانندش ولاگ تیار میکردند. عین حال انجلیکا 28 ساله است و تا حال پدر و مادرش او را کنترل میکنند که مانندی خودش را با باربی گم نکند. این چنین انجلیکا یک اسب یک شاخه هم دارد. یوان هیرانگ. یوان وقتی لباس بر تن دارد یک دختری معمولی به نظر می رسد، اما وقتی او را در حال ورزش می بینیم می فهمیم که با دیگر دختران چی فرقی دارد. شکل و باقوتی موشک‌هایش خاصیت فرق کننده اوست. این دخترک با جان لی در بازی استریت فایتر 2 خیلی مانندی دارد و با مثل او قدرتمند است. بدن و موشک‌هایش قدرت زیادی دارد و می تواند با یک ضربه یک پایش یک تربوز را مایده کند. جالب است که با این تن و بدن او همشیره شفقت است و در یکی از بیمارستان‌های چین کار می‌کند. پس از کار تمام وقت خالیش را با مشق کردن می‌گذراند. یولیانا یوسف. بعضاً ماه گرفتگی یا یک خالی خردکک به زیبایی انسان حسن علاوگی می‌دهد و او را زیباتر می‌سازد. اما اگر این ماه گرفتگی خیلی زیاد باشد چی؟ این زن یولیانا یوسف نام دارد. در اوکراین زندگی می کند و قریب از 1/3 حصه بدنش را ماه گرفتگی مادرزادی پوشانیده است و این او را مشهور کرده است. کلانترین قسم ماه گرفتگی در پشت و ران پایش قرار دارد. متاسفانه دوران کودکیش را خوب نگذرانیده است و به خاطر بدنش همه دوستانش او را گاوی خالدار گفته مسخره می‌کردند. اما تقدیرش به شکل دیگر رقم می‌خورد و حالا او یک مدل مشهور است که به خاطر شکل بدنش در اینستاگرام طرفداران زیاد دارد. به نزدیکی عکس‌های او در نمایشگاه لندن با نام How Do You See Me Now به نمایش گذاشته می شود. ایا استرگرین. ایا استرگرین یک مدل مشهوری سوئدی است که به خاطر قد بلند و پایهای درازش مشهور شده است. قد او 177 سانتی متر و درازی پایهایش 108 سانتی متر است. این یعنی که درازی پایهایش 2 برابر درازی نیمتنه بدنی است که در دیگر آدمان چنین نیست. او به خاطر این شکل بدنش تنها بود و طرفدار و یا هواداری نداشت، اما بعد مشق کردن و بدنسازی کردنش به موفقیت‌های زیادی رسیده است. در اینستاگرام طرفداران زیاد دارد، اما بیشتری طرفدارانش باور نمی‌کنند که آدم چنین پایه‌های دراز داشته می‌تواند. یک چیز جالب دیگر درباره او این است که او در قسمت دوم فیلم مالفیسنت با همراه انجلینا جولیا نقش بازی کرده است. از این معلوم می‌شود که آینده روشن او را انتظار است. ماریا ات. کلانترین چشمانی که دیده اید کی بود و چشمان کی بود؟ وقتی این چشمان ماریا را می‌بینید حیران می‌شوید. چشمان او کلان و زیبا هستند و قریب نصف رویش را گرفتند. او با این چشمان اگر به شوهرش نگاه کند پس هیچ وقت جوابی منفی نخواهد شنید و همه خواسته‌اش اجرا خواهد شد. یگان رسم او فتوشاپ نشده است و همه‌اش حقیقت است. او میخواست مدل شود، اما با سبب کوتاه بودن قد و قامتش به این خواسته‌اش نرسید. اما در اینستاگرام ولاگ دارد و ویدیوهای خودش را به اشتراک میگذارد. سونیانا لیمبو. سونیانا لیمبو از تیبت اولین مدل زن هست که به خاطر چشمان گربه مانند و بینی مخصوصش در روی روزنامه‌ها چاپ می شود. این زن خیلی به قهرمان فیلم اواتار مانندی دارد و با وجود قد 152 سانتی مترش توانسته است یکی از مدل‌های مشهور شود. حتی در نمایش هفته فشیون لندن اشتراک کرد. هرچند او در ساحه مدلینگ موفقیت‌های زیادی کسب کرده است، اما میگوید که با موسیقی و سرایندگی محبتی بیشتر دارد. لارسو. لارسو از تایوان یک دختری معمولی نیست و یک راز عجیب دارد. با فکر شما چند ساله است؟ شاید باور نکنید، اما این زن 45 ساله است. راز جوانی او این بوده است که خوراک‌های سالم خورده، آب زیاد نوشیده است. اما نباید نقش ژنتیک را در این موضوع فراموش کنیم. اگر به عکس اویلای آنها نگاه کنید باور نمی‌کنید که آدمی در بین ایستاده مادر اوست و 63 ساله است.
و نفر آخر آن خواهر 38 ساله اوست که شارون نام دارد و در هفته‌نامه اله در تایوان رسم میگیرد. این سه نفر مثل دوگانه هایی که به مهمانی میروند به نظر میرسند، اما اگر سن و سال هر سه آنها را جمع کنیم از 140 سال زیادتر میشود. خب دوستان، به نظر شما کدام یکی از این افراد نامبر کرده شده جالب تر بودند؟ فکر خود را برای ما نویسید.